امروز حق امام حسین همینه که شهر را تکه ببند و در هر گوشه و کمپ بزن و به نام امام حسین شیرهای رنگارنگ را بنوش. منظور اینه که ای امام حسین تو تشنه از دنیا رفتی، ما دنبال تو شیر میخوریم. این پیام امام حسین نیست، این پیام کربلا نیست. به بعد شاید بعضی از انسانهای بدبخت و شقی روز عاشورا را هم رد میکنن و بعد میگن پیروان معاویه روزه میگیرن. ما از حضرت معاویه بر علاوه که پیروی میکنیم، اما روزه عاشورا را معاویه به ما یاد نداده. روز عاشورا را حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه به ما یاد ندادن. روز عاشورا را ما از روز کربلا و از اینها یاد نگرفتیم، بلکه روزه عاشورا را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادن. پس روی این مسئله عاشورا پیام داره، عاشورا درس میده. عاشورا برای ما درس شهامت و درس غیرت و درس مردانگی و درس عزت و سرفرازی و سربلندی میده. امروز من و تو ادعا میکنیم ما پیرو واقعی امام حسینیم. امام حسین در مقابل حاکم ظالم وقت استادگی کرد. امروز تونی که کرنش میکنی به احترام میکنی برای حکام ظالم، به بعد سنگ محبت امام حسین را هم به سینه میزنی. امروز تونی که در مقابل حکامی که غلام حلقه به گوش یهود و نصارا شدن، امروز تونی که کرنش نشان میدی و سرخم میکنی و بعد بدعات و خرافات و مزخرفات را به نام امام حسین برای جامعه و برای ملت و اینها جلوه میدی. امام حسین با این زدن و کفتن و امام حسین با این بدعاتی که به وجود آمده، موضوع دیگری که در روز عاشورا هر کس خیرات میده. روز عاشورا روزه گرفتن، هر کس خیرات میده، هر کس بالاخره نظر و نیازی داره. خیلی خطرناکه جاهایی که خیرات میدن اگر او به عنوان نظر امام حسین باشه شرعا حرام خوردن همان نان. انسانی که نظر امام حسین کنه، یک نان، یک حلوای، یک فلان و فلان و فلان بالاخره برای دیگران بده، اگر این شیرهایی که در شهر به گوشه کنار توزیع میشه اینها نظر امام حسین، قطعا و شرعا حرامه. هر انسانی که بنوش شیء حرام خورده. پس به این ترتیب باید متوجه باشیم، بدانیم احکام دین خود را، مسئله نظر و نیاز خود را باید بدانیم. اکثر برادران نگاه میکنیم میگه صدقه خود را به روز عاشورا نگاه داشتم، خیرات میکنه، قلور میکنه. هم مردمان را از چی؟ از روزه مستحبه و سنت میاندازه و هم مردمان را اگر در این روز نظر امام حسین کنه مردم را به حرام آلوده کرده و به شکمشان حرام کرده. پس به این ترتیب روز عاشورا روزه ای را تبدیل کردن به روز خیرات و به روز بده صدقه بدی برای فقرا و مساکین، خشکه بدی. چه ضرورته که در روز عاشورا، روزی که پیامبر گفته هر کس این روزه بگیره کفاره 1 سال گناهان از او میشه، 11 ماه و 29 روز بالاخره اگر بگم بخوردی و بنوشیدی چی میشه؟ یا 11 ماه را خوردی که یک روز عاشورا روزه بگیری تا اینکه کفاره گناهان. نه و روزه هم به این واسطه که شهادت حضرت امام حسین بوده. ما هم دل ما خونه، ما هم جیگر ما پاره پاره، اما ما غم میخوریم، اندوه داریم به اندازه‌ای که شریعت برای ما اجازه داده. بشر الصابرین الذین بانهم، بشارت بده برای او انسانهایی که برایشان مصیبت رسیده که وقتی مصیبت میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون. انسان غم داره، اما نه غمی که مو بکنه و اخن پاره بکنه و به سینه بزنه و صورت بزنه و فریاد بزنه.